بچه ها من افران هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو بچه ها. این ویدیو من اومدم مشاهده میکنید دیگه محیطوریه. من اومدم شمال و ویدیو شمالم براتون میذارم. خب واه بچه ها اسبا رو نگاه کنید. خوشت اومده ازش؟ نه خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا خوشت اومده. خفه شو بابا خفه که خوشت اومده خوشم نیومده. خلاصه آره اومدم شمال و خواهیم اومدیم الان جنگلیم، خواهیم آتیش روشن کنیم، محیط هوا کنیم، عشق کنیم. خلاصه و اینکه بچه اگر تا آخر ویدیو دیدین اگر خوشتون اومد لایک کنید، اگر لایک نکردید فدا سرتون و دنبال کردن میتونه، چون تو این چنل واقعا چیزای خوبی ممکنه سرگرمتون کنم و سه آموزشی هم بهتون یاد دمتون گرم. ویدیو قبلی منم ببینید، آموزش روبیک، آموزش حکم و آموزش حکم برای دیگه، آموزش حکم این چیزا دیگه. خلاصه آموزش زیاد چیزا بیشتر برای پای برید نگاه کنید درش بریم که ببینیم چی میشه. سلام کن. بیا برو اینا رو بچینم. الان آتیش روشن میکنیم. اول چوبم که داریم دیگه، باید بریم دنبال چوبای ریزم. بریم دنبال چوبای ریز. چاقو داریم؟ داریم چقدر بریم که چوبا رو ریز کنیم. دارم که تو کجا بسته؟ چرا اونجا میخوام درست کنیم. اینا رو دارم میشینم باد نزنه خاکسترش رو بیاریم. الان رو این میخوایم درست کنیم. چی آتیش روشن کردن هم هست شد. یه بردش کن. اینجا میذاریم. اینجا میذاریم. همینجا از خادر بی زحمت برو. یه دونه هم بزنیم. این هست. واو. چه نه؟ خب حالا این هم چاقو میذارم که این چاقو شو میگیرید و اینطوری ببینید یه روشی که نصف بخواید بکنید اینه. چوبو میذارید اینطوری زبدری کنید، اینطوری خلاصه اینطوری اینطوری نمیشه. بچو خیلی خوشگله دیدیش؟ شب مرمولکیه. آره خیلی خوشگله. ببر جلوتر نتش ببر جلوتر. اون فرار میکنه. ببر جلوتر عشان بگی ازش. خیلی باحاله. گوشت نهید بتون مرمولک تو شبکه 4 پیدایی. یه دونه دیگه بچه از یه دنیای خوشی میرید توی دنیای سریع. الان من بین دنیا یا خدا بودو یا خدا یا جیا
حد 5 ساعت 4 ساعت اینجا بودیم و دیگه داریم میریم جمع کنیم بریم دیگه براتون زیاد ویدیو نگرفتم چون دیگه حوصله‌تون سر رفت کار خاصی نکردیم دیگه غذا خوردیم و آره دیگه نه اون از این ویدیو دمتون گرم که تو همراه بودید اگه خوشتون یاش کنین سیارم خوش نایمت که فردا سر بعد ما کردن یادتون دمتون گرم خدا نگهدار